بنام الله. به بندگان و شنوندگان محترم برای همه شما سلام علیکم. همه حافظان با سرعت 100 مایل در ساعت قرآن را به زبان تراوی می خوانند. کسانی که با آموزش تراوی پول می گیرند، کسانی که صدای فاخته را می شنوند. فدایان نمی توانند چیزی از آنها بیاموزند و خیلی سریع می خوانند که هیچ کس نمی توانند آن ادراک کند. به این ترتیب جامعه کشور ما در تمام ماه رمضان قرآن را مسخره می کنند. آنها را باید به زندان انداخت. اساساً هیچ کس آنها را نمی شناسد. هدف قرآن چیست؟ و هدف از ماه رمضان چیست؟ پس بیا ما به قرآن عمل می کنیم، زندگی بر اساس قرآن، و کسانی که شوخی می کنند را از زندگی ما حذف کنیم. سلام علیکم.